سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. من فاطمه هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. همونطور که از عنوانش مشخصه میخوام راجع به دو زبانه کردن بچه ها صحبت کنم باهاتون. فکر میکنم خودم تجربه موفقی در این زمینه داشتم و یعنی کارهایی که کردم حالا توش اشتباه هم داشتم اما نتیجه مثبتی داشت، یعنی نتیجه‌ای که ازش گرفتم در زمینه دو زبانه کردن مثبت بود. اما خب شاید مثلا اشتباهاتی که داشتم و اینجا بگم، حالا شاید کسی راه حل دیگه برای اون قسمت از ماجرا داشته باشه. خب بچه ها وقتی به دنیا میان از زمان تولدشون خب به بحث محیط و پدر مادر صحبت میکنن و دوست آشنا هر جا میرن زبان مادریشون هست، خب اون زبون رو یاد میگیرن دیگه. اما برای یاد دادن زبون دوم هر کسی یک راه حلی داره. خب چیزی که الان خیلی باب شده و خیلی مثلا میگن و اینا، بچه رو در محیطی قرار بدیم که خب اون زبان دوم هم مواجه بشه باهاش. حالا تو اون محیط چجوری قرار بدیم؟ یه چیزی که الان خیلی مثلا میگن که بچه ها رو توش بذاریم این که مثلا انیمیشن پخش کنیم یا صدای محیط و اینا باشه. خب راستشو بخواین برای بچه های زیر 2 سال 3 سال یا حتی بچه هایی که اصلا هنوز به زبان اولیه‌شون یعنی به حرف نیومدن و حرف نزدن، خب این راه حل منطقی نیست دیگه. همین که تلویزیون آسیب‌های خودشو داره، انیمیشن صفحه نمایش آسیب‌های خودشو داره. همین که خب بچه اول من اونجوری که من شروع کردم، اول به بچه‌م فرصت دادم که زبان اولش رو یاد بگیره، یعنی ذهنش رو باز گذاشتم که زبان اولش رو خوب یاد بگیره، یعنی قشنگ بتونه جمله بگه. حالا دختر من آویسا که زود حرف اومد، یعنی به نسبت از کلا دختر بچه ها فکر می‌کنم زودتر، حالا نمیدونم شاید هم درست نباشه، یه ذره زودتر حرف میزنن. از اون پسر بچه ها تحرکشون زودتر احساس میکنم، چون بچه هایی که مثلا داشتیم تو دوست آشناها که همسن آویسا بودن زودتر از آویسا مثلا راه میرفتن و اینا. به هر حال تا مثلا 2 سال و 2 سال و نیم و اینا، ما تازه 2 سال و نیم ایناش بود که زبان رو شروع کردیم و گذاشتم اول زبان فارسیش جمله بگه، بتونه ارتباط برقرار کنه و اینا. خب چون من میخواستم بچه‌م اینجا مدرسه بره دیگه، زبون اولیه‌اش زبون مادریش بود دیگه، میخواستم این زبان رو اول یاد بگیره. اما برای زبان دوم من خودم یه زبان کده‌ای میرفتم. حالا من همیشه چالش زبان داشتم از بچگی. زبانم زیاد قوی نبود، یه جسته و گریخته. مثلا دبیرستان بودم زبان کده میرفتم ول میکردم، دوباره مثلا دانشگاه زبان کده میرفتم ول میکردم، تا بعد از ازدواجم دوباره مثلا این زبان کده‌ای که میرفتم به نسبت از همشون قوی‌تر و بهتر و اینا بود، علاقمندی منو بیشتر کرد بود. ولی همیشه این چالش رو بخوام داشتم که بر بچم اینو در اولویت قرار بدم که مثلا زبانش رو زود یاد بگیره و شروع کردم به تحقیق کردن راجع به این موضوع. خیلی مثلا تحقیق کردم و اینا دیگه. اونجا که زبان کده‌ای که میرفتیم مثلا 1 ترم 2 ترم کتاب بود، بین هر 2 ترم یه استراحت بود که اون استراحت یه استادی داشتیم که مثلا ما انیمیشن میدیدیم، فیلم میدیدیم، کتاب داشتیم رمان مانند، حالا قصه‌های کوتاه مثلا در حد برگه آچار میتونم بگم مثلا 8 تا 10 تا برگه آچار یه قصه بود، اینو میخوندیم با هم راجبش حرف میزدیم و اینا. این استادمون یه پسر جوونی بودش که مثلا از 6 سالگی رفته بود کانادا، اونجا درس خونده بود، اونجا مثلا کاراشو انجام داده بود، دانشگاه رفته بود، دوباره برگشته بود ایران. و خب من اونجا که ایشونو دیدم خیلی مثلا لهجهش و اینا مثلا با همه استادا فرق میکرد و اینا. خیلی این جرقه تو ذهنم زد که خب آویسا. و بهشون گفتم که من یه دختر مثلا 2 سال و نیم 3 سال دارم، هنوز 3 سالش نشده بود اون موقع، 2 سال و نیم و اینا دارم، میتونی مثلا بهش درس بدی؟ گفت اونم چیز کرد که خب درس دادن به بچه تو این سن که اصلا معنی نداره و اینا. خیلی مثلا
خیلی در این راه بهش مدیونیم. درس در این راه که اصلا معنی و اینا نداره. بچه گفت حالا شما بیا، مثلا گفت من با بچه‌ها نمیتونم ارتباط بگم تا حالا بچه درس ندادم، از این حرفا. گفت حالا شما بیا بچه منو ببین، اگه مثلا تونستی ارتباط برقرار کنی. من نمیخواستم درس بدی، مثلا یه کسی که هم صحبت باشه هم بازی باشه، بیا اگه مثلا اوکی بودی و اینا. بعد ایشون تشریف آوردن خونه ما. دختر منم مثلا از این مدلی که زود ارتباط میگیره و عاشق بازی کردن بود، یعنی یکی براش وقت بذاره فقط باش بازی کنه. خب قبل از اونم مثلا حالا یه چند تا جمله‌ای بلد بود از حالا انیمیشن و اینا بلد بود. راستش بخوام میگم انیمیشن رو الان میگم قسمت اشتباه ماجرای من اونجا بود. به نظر من حالا بزن اینو تموم کنم بعد میرسم به انیمیشن. بعد ایشون اومدن منزل ما، خیلی با هم ارتباط گرفتن، یعنی از هم جلسه اول با هم شروع کردن به بازی کردن، راحت با هم مثلا 2 ساعت کامل بازی میکردن، حرف میزدن. استادش هم اصلا فارسی حرف نمیزد، همه رو انگلیسی حرف میزد. حالا به هر ایما و اشاره‌ای هم شده منظورش رو بهش میفهمون، یعنی انگار که فقط همین یه زبونو داره، یعنی دیگه اصلا زبون فارسی رو بلد نیست. دیگه باش حرف میزد و اینا. اونم خیلی زود راه افتاد دیگه، اونم باش همکاری میکرد، کم کم ازش یاد گرفت. تعداد جلسه هاش هم زیادتر شد و تقریبا مسلط شده بود تا کرونا شد. هم باز وقتا میومد استادش، ولی خب تعداد جلسه ها فاصلهش زیاد شد. یه وقت مثلا یه پاندمی شدیدتر میشد، مثلا قرنطینه رو شدیدتر میکردم، ما میترسیدیم. یه وقتی مثلا اون سرما داشت، ما سرما داشتیم، حالا علایم داشتیم، اون موقع همه توهم این علایم رو داشتیم دیگه. تا اینکه بعد از کرونا که دیگه هنوزم با هم کار میکنن و دیگه مثلا در حد این که الان آویستا 10 سالشه دیگه. حالا این فیلمی که هست توی مسابقه زبان شرکت کرده بود، یه مسابقه پژوهش محور زبان بود که مثلا ما فیلم‌ها رو فرستاده بودیم، یکی از مدارس برگزار کرده بود تو تهران که فیلم‌ها رو فرستاده بودیم. اون توی گزینش اولیه برگزیده شد، توی مرحله کشوری هم دوباره رفتیم تهران جلوی اساتید اجرا کرد، اونجا هم رتبه برتر کشوری رو آورد. هم از لهجه و ایناش خیلی تعریف کردن. مثلا الان کتابایی هم که میخونه دیگه مثلا 10 سالشه دیگه، رمانایی که فارسی میخونه تا انگلیسی میخونه، انگلیسی حتی داره رمانای مثلا قطورتر و پرحجمتر رو میخونه. مثلا الان کتابی که داره میخونه، حالا جلدش هم در آورده، اینه زنان کوچکه. این کتابه زنان کوچک، انیمیشنش هم که خیلی همون شاید دیده باشیم، چند تا خواهر بودن. مثلا متنش هم بهتون نشون بدم، این شکلیه. اینم رانرش از روش افتاد. این کتاب مثلا الان داره میخونه، تعداد صفحش هم زیاده، 470 صفحه است. مثلا قبل اینم مثلا ماتیلدا رو خونده بود به انگلیسی، شازده کوچولو رو خونده بود به انگلیسی، بابا لنگدراز رو خونده بود، چارلی و چکلت فکتوری رو خونده بود، دیگه چی خوند؟ پینوکیو رو خونده بود به انگلیسی. هری پاتر هم الان داره، تا بعد از این باید هری پاتر رو شروع کنه. جلد یکش رو چون نداشت، اول اینو میخونه، بعد حالا جلد یکش رو تازه با سفارش بدم بخرم و بعد اونو دیگه بخونه. خب تجربه من با این استاد تجربه خیلی مثبتی بود. راجع به انیمیشن هم که خیلی باب شد میخواستم بگم این بود که مواجهه با انیمیشن جدا از خوبی که داره بدی هم داره. خب خوبیش اینه که آدم زبان دوم باهاش یاد میگیره، اما مثلا توی دوستای آویسا بودن بچه‌هایی که مثلا با انیمیشن 2 زبانه شده بودن و الان دوباره دارن زبان کرده میرن، از اول شروع کردن. اون فاصله ای که افتاد یه ذره اون چیزای ذهنیشو از بین برده و بچه دوباره شروع کرده. ولی
تایم انیمیشن، یعنی مثلا اگه پدر مادر مدیریت نداشته باشن تایم از دستشون در بره، خب خیلی خیلی مشکلات به وجود میاره. یکیش اینه که تمرکز نمیتونه بکنه دیگه. ما داریم این کار میکنیم برای پیشرفت بچه‌مون دیگه، یه زبون دیگر رو یاد بگیره که پیشرفت کنه. ولی وقتی تایم انیمیشن اونم تو سن زیر 3 سال و بعدش دوباره زیر 6 سال خیلی زیاد باشه، خب عدم تمرکز میاره. یه با اولیش اینه که مثلا بعدن که میخواد درس بخونه یا یه کار دیگه ای بکنه یا یه فعالیت دیگه ای بکنه، نمیتونه روش تمرکز بکنه، زود از اون محیط کنده میشه و میره مثلا روی کار قشنگ نمیتونه فوکوس بکنه. خیلی خیلی این موضوع هست. یه موضوع دیگه هم اینه که خب انیمیشن تو سن کودکی یه جوری باعث میشه که فعالیت فیزیکی بچه‌ها کم بشه دیگه، بشینن فقط پای انیمیشن، فعالیت فیزیکیشون کم بشه، دوباره با اجتماع نتونن رابطه بگیرن، وقتی رو که قراره مثلا ارتباط بگیرن با پدر مادر، با دوست، تو خونه بازی، تو پارک، اینا این وقت رو به دیدن انیمیشن میگذرن دیگه. به نظر من اون اگه کنارش هست باید تایمش خیلی معقولانه باشه، یعنی مثلا نیم ساعت 1 ساعت در روز، یعنی نذارن این موضوع زیاد بشه. ولی خب اگه پدر مادری خودشون زبان دوم بلدن، یعنی در این زمینه استادن یا تو خونه خواهر برادری هستن که زبان دوم رو بلد باشن و از این حرفا، خب اون آدم میتونه این بار مسئولیت رو به دوش بکشه. اون یکی از والدین اصلا به اون زبان دوم صحبت کنه، که خیلی جا می‌بینیم که مثلا بچه پرستار مثلا انگلیسی زبان داره، پرستار مثلا نمیدونم اسپانیایی زبان داره، فرانسوی داره، باعث میشه اون زبون رو به کمک اون پرستار یاد میگیره یا اون مربی یاد میگیره. پدر مادر اگه بلد باشن که خب اصلا یکیشون به اون زبون دوم مثلا کلا میتونه صحبت کنه که بچه خیلی راحت و خیلی سالم این زبون رو یاد میگیره. ولی به نظر من اگه شما پدر مادری هستین که بلد نیستین و مثلا میخواین این مسیر رو برای بچه‌تون هموار کنین، حتما دنبال یه استاد خوب باشین که تعداد جلساتش هم زیاد باشه، حوصله بچه ها رو داشته باشه، بیاد با بچه بازی کنه، وقت بذاره. یعنی مثلا بچه زیر 3 سال 4 سال اینا که آموزش نمیخواد، که بیاد براش وقت بازی بذاره، باهاش بازی کنه، همش تو دنیای بازی اینو بخواد بهش یاد بده. و این موضوع وقت مثلا دیر نمیشه. بچه هم که 7 سالش شروع کرده باشه، خب یاد میگیره دیگه. مثلا بخواد تو 8 سالگی انگلیسی صحبت کنه، تو 15 سالگی صحبت میکنه. ولی مسیرش مسیریه که نباید قطع بشه. ما زبان مادریمون رو چجوری مسلم میشه؟ من یادم بچه‌م که مثلا خوندن نوشتن آویسا یاد گرفته بود، مثلا یه کتابای قصه کوچیک میخوند خودش، از من میپرسید معنی فلان کلمه چی میشه، نمیدونست معنیاشونو. یعنی روند یادگیری زبان مادری هم حتی تو 8-9 سالگی بچه‌ها ادامه داره. هنوزم معنی خیلی از کلمات رو نمیدونن. خب زبان دوم ما چجوری انتظار داریم که مثلا با زبان کده رفتن و تمرین کردن و همین توی مثلا 4 سال یاد بگیره؟ خب این زمان باید بدونی یه پروسه 8-9 ساله است، یه پروسه طولانی، قطع نباید بشه، باید تمرین کنه، مطالب و استاد خوبی داشته باشه، استاد با حوصله‌ای داشته باشه. من میگم کنار همه اون روش ها یک فرد با حوصله که با بچه این زبان دوم رو کار کنه از همه چیز مهمتره. یعنی معلم از همه چیز مهمتره. و همین دیگه، میگم هیچ چیزی دیر نمیشه. با روش های عجولانه مثلا یکی بچه‌شو مثلا روزی 3 ساعت 4 ساعت در مواجهه با تلویزیون قرار میده، انیمیشن قرار میده، خب بچه‌ش 2 زبانه میشه. خب نتیجه بعدیش چیه؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال زودتر مثلا 2 زبانه شده دیگه. خب بعدش چی؟ فکر نمی‌کنم ارزششو داشته باشه که عدم تمرکز بیاد برای بچه و حالا مشکلات دیگه‌ای که این دیدن صفحه نمایش زیاد بر بچه تو اون سن میاره. به نظرم همون روشی که ما استفاده کردیم این بود دیگه. انیمیشن خیلی کنترل شده بود، شاید روزی نیم ساعت 1 ساعت اینا، اما قسمت اصلی ماجرا استادی بود که داشت، استادی که با حوصله باش بازی میکرد، وقت میذاشت
بعد از اینکه یه سال اینا مثلا استادش میومد قشنگ شرایطی شده بود که این خوش بازی میکرد، همون بازی ها رو داشت بازی میکرد، دیگه به زبان انگلیسی بازی میکرد، دیگه فارسی بازی نمیکرد. اصلا فکر میکرد که تو این محیط این بازی و اینا همش انگلیسیه. همین دیگه. امیدوارم که به درد شما بخوره و میگم هیچ عجله‌ای نیست که دنیای کودکیشون به هم بریزه که حالا مثلا یه اتفاقی زودتر بیفته یا دیرتر بیفته. اینکه باید یاد بگیرن خیلی مهمه، اما حالا میشه 2 سال 3 سال 4 سال صبرم کرد. میگم زمانش رو این پروسه بگذاره. بچه من 10 سالشه و الان دیگه به اون نقطه امن رسیده. ما هم از 2 سال و نیم بود شروع کردیم، یعنی شد یه پروسه میگم 7 سال و نیمه دیگه. 7 سال و نیم هم بیشتر دیگه، به تولد 11 سالگیش هم نزدیکه. و میگم همین. امیدوارم موفق باشید. اگه به کارتون اومد لطفاً لایک کنید و کامنت بذارین، کانال رو سابسکرایب کنید که وسط این ویدیوها یه سری ویدیو اینجوری هم داریم. و یه ویدیویی هم داشتم، حالا نمیدونم چرا از این ویدیوهای اینجوری زیاد استقبال نمیشه، شاید از این یکی شد. راجع به این که چطوری فضای مجازی بچه‌هامون رو کنترل کنیم که بچه تو سن 11 12 10 9 سال 8 سالمون هر محتوایی رو مواجه نشه. حالا پایین‌تر تو پیج هست، تو کانال هست. موفق باشید. خیلی دوستتون دارم و ایام به کامتون.